خوب است چون طبعا یک مهمان که در خانه بیایه هر کس یک آمادگی میگیره. از او خاطر برای خاطرم معلوم است که بازار کمکی رونق پیدا کرده، چون هر کس میخواد به نوی سر سفرهش یک چیزی باشه، چی شاه باشه چی گدا باشه. از این خاطر بازار خوب است، الحمدلله شکر خوب است. برای افطار هم مربا است و قیماق است و پنیر است، این چیزاست خام است دیگه. برای سحری اکثر مردم چیزای سنگین استفاده میکنه چون دوامش بیشتر باشه، از قبل برنج باشه و یگان چیزای دیگه. چون اکثر مردم افغانستان به خاطر کارگر است، در طول روز احساس خستگی یا احساس گرسنگی نکنه، چیزای سنگین‌تر استفاده میکنه چون هضمش باید کمی وقت باید بگیره دیگه. افطار این چیزای سبک است دیگه. رمضان یک از ماهای ایثار است، ماه فداکاری است، ماه امتحان خداوند است، ماه بندگی است، ماه طاعت عبادت است. از خاطر یک مهمان خوب است، خوب پذیرایی شوه و خوب رخصت شوه. پیامتان به مردم چیه؟ پیام به مردم است که همین ما یک فرصت است، چی از دید مادی باشه چی از دید معنوی. از دید مادیش است که باید دوست کسایی که ضعیف است بگیریم، دید مادیش است. دید معنویش است که وقتی دوست کسی را گرفتی این خداوند برای تو اجر میده، این برای ترازوی حسنات اضافه میکنه که اینی بنده ما دینی ما اینی کار نیک کرد. بنان خوب است که همدیگه را بپذیریم. الله که به اندازه یک کشمش هم باشه، یک دانه خرما هم باشه، نگوییم که کم است، نگوییم یک دانه خرما توانایید میرسه، اینی خرما از طرف ما برای تحفه است.